برادران اهل اسلام، خداوند عزوجل دو چیز رو تقدیر کردگی هست، لیکن با سعی و تلاشی بنده اش وابسته کردگی است. دو چیز رو تقدیر کردگی هست، لیکن وابسته به سعی و تلاشی بنده اش وابسته کردگی هست. یکی رزق و دیگری عمر. ولی رزق خداوند تقدیر کردگی هست، لیکن رزقت رو نمیارد در بغلت یا در دستانت بدهد. برای پیدا کردن رزق رو یعنی به وجود آوردگی است. قبل از اون که خودت بیایی رزقت رو، آبدانت رو، نفست رو، هم تمام هر اشیایی که هر چیزی که در زندگی نیاز داری پروردگار اول آماده میکند، بعد اون انسان رو میارد. چنین نیست که هر انسانی بیاید یعنی نخست یا تصادفی آمده است و اون به سرانجام. نه، انسان است که حیات خود رو به سرانجام میکند، انسان است که حیات خود رو به نظام میکند، انسان است که حیات خود رو به برکت میکند. در نتیجه چیز؟ غافلی یا که فسق و فجور یا بدخواهی و یش. بدخواهی انسان، نیت بدی انسان، فکر بدی انسان انسان رو به برکت میکند، آواره میکند، سرگردان میکند، بدبخت میکند. قبل از اون که پروردگار هر بنده ایش رو بیارد، رزق او رو، عمر او رو، اقبال او رو، یعنی هر چی که می نوشد و می پوشد همه‌اش رو اول آماده میکند، بعد میارد. یعنی هیچ کاری پروردگار به نقشه و به برنامه و به ترتیبات و به نظام نیست. همه در چارچوبه نظام و ترتیبات معین. پس معلوم میشد که برنامه خطی هست، هیچ چیز از برنامه بیرون نیست. این برنامه رو ما میگیم چیز؟ تقدیر. لیکن خداوند عزوجل حالا رزق رو به وجود آوردگی هست، باید بنده سعی و تلاش کند، کوشش کند اون رزقش رو پیدا کند با راهی حلال و با عزت و با برکت و با سری بلند اون رزقش رو استفاده کند. رزق رو پروردگار، یعنی رزق تقدیری هست، درست که رزق تقدیری هست معنایش که رزقت رو پروردگار به وجود آوردگی هست. تو باید انسان باید سعی کند، تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد، اون رزق رو پیدا کند، با سری بلند و با عزت و با برکت استفاده کند. یا اونی که گدایی میکند، دست در روز چشمش چار با کیسه این و اون و همه، خودش رو شرمنده میکند، به عزت میکند، به آبرو میکند، خور و ذلیل میکند، پیش هر کس نوکس، هر کسی که از پیشش برآمد طمع میکند. در نیتش باشد که پروردگار رو یک لقمه حلالی پاک، یک لقمه با برکت، یک زندگی با عزت، پروردگار رو خور و ذلیل مکن، پیش هر کس نوکسی محتاجم مکن. پروردگار خودت با راه حلال یک رزق با برکت مبارک نصیب روزی هم بگردون. پروردگار هم عزت و آبرویش رو میدهد، هم رزق حلالی با برکتش میدهد. و گپ سر این است که انسان چی میخواهد. برای همین پیامبر علیه السلام میگه که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پروردگار به سکه و صورت و مال اعمال شما نظر نمیکند. این سکه و صورت رو خودت قلم و کاغذ نگرفتی که کدام شکلم چگونه باشد و قدم چقدر باشد و چشمانم چگونه باشد و بینی و گوشایم چخیل باشد. نه، یا پدر و مادرت نشتن صحبت کنن که کوچ زنک جون چیکار کنیم، بچه چخیل باشد، بچه باشد دختر باشد، اگر دختر باشد چگونه باشد. هیچ کس در این شکل سهم ندارد، نه پدر نه مادر نه دیگر. پروردگار به همین شکل آورد، مجبور آورد، روز مجبور میبرد. برای همین پروردگار همیشه به قلب نیتت نظر میکند. ان الله لا ينظر الى صوركم، به شکل صورت شما نظر نمیکند، چرا که اون خود خلق کردگی است. به همین شکل پروردگار آورده است. پس به چی نظرت میکنه؟ به چی؟ به نیتت نظر میکنه. او مردم ما و شما میگوین
هر کس از نیتش میوبد. هر کس از نیتش میوبد یعنی چی؟ همیشه نیتت رو نیک کن، قلبت رو صاف و پاک کن، سعی و تلاش کن. هیچ وقت پروردگار خورت نمیکند، هیچ وقت پروردگار به عبوریت نمیکند، هیچ وقت پروردگار ناکامت نمیکند. این همه ناکامی ها و بدبختی ها و خجالت شوی ها و شرمنده شوی ها همه این در نتیجه در اساس گناه هست. خدا نریزد آب روی کسی، گناه هست که ریزد آب روی، یا که گناه هست که ریزد آبی چشمی کسی. همین گناه هست که انسان رو در دنیا و در آخرت خار و ذلیل میکند. خداوند هیچ وقت به آبرویی هیچ بنده ایش نیست. مدامی که اون بنده نیتی نیک دارد، قلبی صاف و پاک دارد، مهنت و زحمت بکشد. حالا گفتن دو چیز رو خداوند عزوجل تقدیر کردگی هست، لیکن با سعی و تلاش بندهش وابسته کردگی است. یکی رزق و یکی عمر. حالا این برای این رزق علم آموزی، کسب و هنر می آموزی، مهنت میکنی، زحمت میکشی، پروردگار برای مهنت و زحمتت اجرت میدهد و رزق روزیت رو با برکت و با سر بلند میدهد. یعنی هم رزق روزیت رو با عزت و با برکت و با آبرو برایت هم میدهد، هم برای مهنت و زحمتت اجر میدهد. حالا اون دهقانی که در دهقانی هست، یا استایی که در استاگی هست، یا اون استای ماشینی که در این سردی آهنا رو قپیده و دستش کبوت یعنی چیز یخ کرده، در عبادت است. خداوند عزوجل هم اجرش میدهد، هم رزقش رو با برکت میدهد. حالا اینه که برای دزدی، غارت، فند، فریب به دست میارن، بعد میبینید که فرزندش خیانتش کرد، زنش خیانتش کرد، برادرش خیانتش کرد، دوستش خیانتش کرد. بعد نمیگید که چرا این همه خیانت ها؟ در نتیجه برای حرام به دست آوردن لقمه از چند جایت سرخ میکند، میزند، میبروید. برای همین وقتی که انسان مهنت میکند، پروردگار هم رزقش رو میدهد، هم اجرش میدهد. برای مهنت و زحمتش اجر میدهد و رزق با برکتی، با عزتی، با سری بلند برایش رزقش رو میدهد. این یکم. دوم عمر. خداوند عزوجل 60 70 80 90 100 110 یک چند ماه قبل در نویای خوالین یک مادر 115 ساله رو جنازه رفته بودیم، جنازه کردیم. 115 ساله مادر. حالا این همه عمر پروردگار میدهد، لیکن انسان این عمر رو با کدام راه میگذراند؟ حالا چرا پروردگار 5 وقت نماز گفتگی است که قیام، راست ایستادن، حالا رکوع عبادت است، درست، با راهی که سلامتی، حالا رمضان قریب است، با راهی که سلامتی انسان است، سلامتی مسلمان نمازگزار است. حالا علاوه بر این قدم زدن، حالا ببینید قدم زدن در اسلام چقدر از نو یعنی چیز، طبیبا و دکترها قدم زدن رو میگن بسیار مفید است. 1400 چند سال پیش پیامبر علیه السلام میگه هر کسی که به مسجد قدم بزند برای هر قدمش اجر است. قدم زدن یعنی یکی از خصلت‌هایش سلامتی انسان است، برقراری سلامتی هر انسان، هر مسلمان است. باید قدم بزند انسان. وقتی قدم میزند، مهنت میکند، زحمت میکشد، هم اون عمر رو میبیند، هم برای مهنت و زحمتش اجر میگیرد، هم سالم و بردم اون عمر رو تا آخر سپری میکند. پس یعنی مسلمان همیشه در سعی و تلاش باید باشد. در اسلام نفقه برآمدن نیست برادران اسلام. تا وقتی که جانت در بدنت هست باید حرکت کنید. ولی متاسفانه بعضیا مادری سال خورده یا پدری سال خورده اشون رو دیگه نه چه نخیز ایبای خودت کار کنی، خودت بجنبی، یک کسالی چی میگن و بیچاره خستن جنبیدن یگون ایسوسی رفتن نمیگذارن، بعد از پا میزنن 10 سال بعد به پشت بیچاره خوب میکنن. اون دری پیری سال خورده برجا مانده حرکت کند، هرچی که خودش میخواهد کند، مجبورش نکنید، لیکن از پا نزند. یا مسافری برجا مانده باید که یک حرکتی کند، رفت و آمدی کند، یک کاری به اندازه توان خودش یک کاری رو انجام بدهد در خانه، تا اینکه از پا نزند. وقتی که انسان نشست از پا میزند، چند سال بعد دیگه فلج به پشت. باید چنین نکنیم. دویم باید در حرکت باشد انسان تا اینکه تا آخری عمر سالم و بردم با عزت و با برکت زندگی کنند.